ترجیح میدید بهتون افغان بگن، افغانی بگن یا افغانستانی؟ آها خیلی خوبه. وقتی یه نفری خیلی از هویت، یه مرد بدون، به نظر من یه انسان بدون دو تا چیز نمیتونه زندگی کنه. یکیش هویت و دومیش غرور. من به خاطر هویت و غرورمه که امروز این کار انجام دادم که بتونم غرورم به عنوان یک کسی که 5000 سال تاریخ داره پس بگیرم. به نظر من این کلمه افغانستانی تو مهاجرت ساخته شده. این یک کلمه فیکه. چیزی به اسم افغانستانی وجود نداره، حتی اگه ناراحت میشین به خاطر بی‌هویتی. چون وقتی شما هیچ موقع هیچ چیزی از تاریخ خودتون و جغرافی خودتون و تعلیمات مدنی خودتون نخوندید، بدون هویت نمیتونید زندگی کنید. بعضی رسانه ها کلمه افغانستان، کلمه افغان رو تبدیل به یه توهین کردن که این آدما همون قدری که بی‌هویت هستن بی‌هویت‌تر هم بشن. بعد یه هویت ساختگی به اسم افغانستانی